درود بینندگان عزیز، سوالات توجستان جهان را از رادیو آزادی پای میگیریم. امروز 16 نوامبر است و توجه کنید به سرخط موضوع برنامه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم 9 سال حبس عزت امان حامی محکوم شده مهاجران تاجیک را بی تغییر ماند. پایان سرسانی ها سلیم افریقایی بعد تلاش حقوقشناسان تاجیکستان امکان بازگشتن به وطنش را پیدا کرد. من حالا حسیاتم را بیان کرده نمیتوانم، فقط رحمت میگویم. و همچنین گزارش داریم درباره زندگی وزین زن در کلوب که با وجود تنگدستی طلبندگی را برای خودش آرام می‌داند. آنها از ناچاری رفته بعد در چارسوی زندگی در کوچه و شهر طلبندگی می‌کنند. دادگاه عالی تاجیکستان حکم عزت امان حامی محکوم شده مهاجران تاجیک را بی تغییر گذاشت. دادگاه شهر دوشنبه ماه اکتبر او را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد، ولی عزت امان و نزدیکانش بازبینی حکم را طلب داشتند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان گفت دادگاه عالی امروز شکایت آنها را به حضور پدرش بررسی کرد. به قول محمد یوسف وقتی وکیل مدافع گفت که دادگاه دوشنبه زیر حمایه‌اش را به دلیل به 9 سال زندان محکوم کرده است، در پاسخ گفتند از وزارت کارهای داخلی معلومات نامه بیارید که نسبت عزت امان پرونده دیگری گشوده شده است یا نه. مقصد از پرسش درباره پرونده نو روشن نیست. نزدیکانش گفتند بر ضد عزت امان بجز از پرونده قلابی اتهام دیگری فعلا اعلان نشده است. روز دوشنبه департаменти давлати амрико озмоиши силоҳҳои кайҳонии русияро танқид кард ки дар пайи он дар кайҳон ҳаёт ва фаъолияти кайҳоннавардони изгоҳи байналмилалии кайҳониро ба хатар рӯбарӯ кардааст. озмоиши русия рӯзи 15 ноябр баргузор шуд. хиромон бақозода гузориш медиҳад. русия рӯзи душанбе дар кайҳон ба муқобили яке аз ҳадафҳои худ як озмоиши силоҳҳои кайҳониро барпо кард ки дар натиҷаи он дар мадор садҳо дона партовҳои кайҳонӣ ба гардиш даромад. нед прайс сухангӯи департаменти давлатии амрико аз ин озмоише ки онро як кори беандеша номид танқид кард. рафтори хатарноку бемасъулияти русия суботи дарозмуддат дар кайҳонро бо хатар рӯбарӯ карда ошкоро нишон медиҳад ки иддаои русия дар заминаи гӯё мухолифаташ бо мусаллаҳкунии кайҳон як беинсофӣ ва риёкорӣ аст. اجنسی روسکوسموس در توییترش نویست که ایستگاه کیهانی در مکان امن قرار داشت. ناسا اجنسی ملی کیهانی آمریکا گفت که به تیم 7 نفره کیهان‌نوردان که در میان آنها 4 نفر آمریکایی، 1 آلمانی و 2 نفر از روسیه میباشند، سپارش داده شد که در مدت 2 ساعت بعد انجام آزمایش در یک کپسول یا قالب امن کیهانی پناه برند. آزمایش‌های سلاح‌های کیهانی گپی نو نیست. باری نخست سال 1959 اولین آزمایش محو ساتلیت را در کیهان ایالات متحده آمریکا برپا کرده بود و این زمانی بود که ماهواره‌ها در علم نظامی یک پدیده نو و ناآشنا بودند. ماه اپریل امسال روسیه یک آزمایش دیگر را برپا کرد، ولی سنجش‌های اخیر از نظر امنیت و ثبات درازمدت فعالیت‌ها در کیهان سوال زیاد ایجاد می‌کند. کیهان برای پیشبرد فعالیت‌های روزمره تجارتی مثل کاری بانکداری و خدمات جی پی اس خیلی مهم دانسته می‌شود، ولی مقامات میگویند که فضای کیهان تا رفت بیشتر به میدان جنگ تبدیل می‌شود. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. یک مرد افریقایی که سال‌های دراز بنابر نداشتن حجت تصدیق کننده شخصیتش در خوجند میزیست امکان برگشتن به زادگاهش را پیدا کرده است. او که تا این مدت در وضع نامعینی قرار داشت میگوید در حالت سنگین به او مردم خیرخواه تاجیک کمک کردند. فرزند محمدی گفت حامیان حقوق تاجیکستان زیاد کوشش کردند که سرگردانی این جوان خاتمه یابد. Все нормально? Давай. Салим, я тебя поздравляю. Я привезла тебе документы. پس از 10 سال سرگردانی ها، سلیم عبدول کیمبومبونی، یک شهروند افریقایی تبار کشور تانزانیا، اجازه‌نامه بازگشت به وطن را دریافت کرد و از سال 2007 به حیث خادم یک سیرک سیار تا روسیه و قزاقستان رفت و بعداً همراه همکسبانش به دوشنبه هم آمد. ولی به گفته او در یک حادثه 10 سال پیش در دوشنبه بار و باگاژ از جمله شناسنامه‌اش را گم کرد و بعد این به حجت ماند. من خیلی خوشحال هستم و راست گپ باوری نداشتم، چون که 10 سال باز آدمان زیاد وعده میدادند که به من برای بازگشت کمک میکنند، ولی برای آماده کردن حجت موفق نمیشدم. من حالا حسیاتم را بیان کرده نمیتوانم، فقط رحمت میگویم.
چندین بار به ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان به خاطر گرفتن حجت مراجعت کرد، ولی این مسئله حل خود را نیافت و مدت در مؤسسه نگهداری افراد بی‌سرپناه در شهر خوجند زندگانی کرد. بهری عبدالرحمن و رهبر سازمان جمعیتی دیار که به افراد بی‌سرپناه کمک می‌رساند، آخر هفته گذشته از سفارت تانزانیا در مسکو جواب درخواست نسبت بازگشت سلیم افریقایی را به دست آورد. بالاخره ما حجت بازگشت سلیم را دریافت کردیم. تا 21 январи соли 2022 او باید تاجیکستان را ترک کند. من با مسئولان برنامه تلویزیونی روسیه ژدیمینیا گفتگو کردم و آنها راضی شدند که همه خراجات سفر را پرداخت نمایند. سلیم کیمبومبونی میگوید در این مدتی که در شهرهای گوناگون تاجیکستان زندگی کرد، بعضاً با مشکلات زیست نیز دچار گردید. در بازار و ساختمان‌ها کارهای موقتی میکرد تا روزش را گذراند. ولی 2 ماه پیش یک ساکن شهر خوجند او را به خانه‌اش دعوت کرد و حالا همراه آنها زندگی میکند. من دادرم که شناخت شدم، برادر شدم و بچه‌ام را مقتول شد. من بچه خون قبول کرد. سلیم عبدول بنابر مشکلات به سرش آمده گاهی به فراموش خاطر نیز دچار می‌گردد و قبلا خود را زاده کشوری کنیا می‌گفت. در گذشته رادیوی آزادی نیز درباره سرگذشت وی گزارش تهیه کرده بود، ولی با یاری کاربران رادیو و اختیاریان سازمان‌های کمکرسان معلوم گردید که وی زاده شهر دارالسلام تانزانیا است و خویش و تبار هم دارد. سلیم اکنون برای بازگشت لحظه شماری می‌کند و انتظار هرچه زودتر عازم وطن شدن دارد. یک تحقیقات سازمان‌های دیار و ناتبین در ماه سپتامبر امسال معلوم کرده است که در ولایت سوخت قریب 500 شخص بی‌سرپناه زندگی می‌کنند که در بین آنها شهروندان خارجی نیز هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در گزارش نوبتی اوید روزگاری وزنین یک زن در شهر کلوب قصه میکنیم که بعد از دست دادن جای کاری دائمی تلاش‌هایش برای پیدا نمودن شغل نو هیچ نتیجه نمیدهد. او میگوید در چندین نهاد را به امید گفته است ولی در همه جا جوابی رد گرفته است. جزئیات در گزارش محمود جان رحمتزاده. پسوده ختمه شد دست پنجه چاق میشه که من سر سوال 6 میرم تا 5 بگه در خونه خانواده خدمت میکنم. مرحبا طلبکوه این گونه نصیحت ها را هر روز به 4 فرزندش میکند. او تا 3 ماه پیش در قرارگاه پرزیدنت در شهر کلوب کار میکرد و در آنجا 400 سومانی معاش میگرفت. این برایش پولی کلان بود. اما یک رشک شوهر و بحث او با یک همکارش مرحبا را از این معاش محروم کرد. او میگوید که خطایی نکرد، تنها به همکاری معیوبش یک کف بادام چیده داد و این حالت را همسرش میبیند و رشک او را میآرد. رشکی که مرحبا کارش را در قرارگاه پرزیدنت در شهر کلوب از دست میدهد. بعدی از دست رفتن کار تلاش دارد در جای دیگر کار پیدا کند ولی موفق نشده است. مکتب 40 رفتم، مکتب 25 رفتم، مالیه رفتم، حکومت شهر رفتم، کجایی که رفتم همین دانشگاه نوشیدگی همونجا کدام کارخانه میرم مرا کار قبول نکردم. بعدی از دست دادن جای کارش 5 روز را در خانه اش میگذراند. روزهای شنبه و بازار از سوی تویداران دعوت شده در خانه تویدار کاسه و طبق تویدار را میشوید. رزقش را از خانه تویدار مییابد و یک هفته را پشت سر میکند. اگه دو روز سرشته همین نانو را ما خوردگیم این همین قدر دیگه مونده بود برای ما. حالا زمستان در میکوبد اما فرزندان مرحبا پایافزال و لباس گرم ندارند. همسرش با عربه اجارش از صبح تا شام 15-20 سومانی کار میکرده است. ما گفتم مردک ما که نه یارو میرم ما مثال یا شیله یا چی میکنم قطعی گودکا میخرم تو کار که گودکای ما در یک پاپشی یا یک پاپشی اگه چیز با گودکای ما بگی که مکتب را خدم در زندگی عذاب کشیدم نمیخوام فرزندام عذاب کشم. این کلبه فقیرانه مرحبا است. با وجود همه تنگ دستی پیشنهاد طلبندگی را نپذیرفته است. او میگوید که تلاش میکند کار یابد
هرچند در سفرهای پرزیدنت دهها کارخانه نو گشوده می شود، زنهای خواهشمند به مثل محبوب کار پیدا کردن نمی توانند. غیب‌الله حلیموف بیشتر برای تامین کردن زنها به جای کار مقاله نوشته است. میگوید که تحلیل ها نشان داده است زنهایی که جای کار پیدا کردن نمی توانند مجبور می شوند راه طلبندگی را پیش گیرند. درست است که بسیاری آنها از ناچاری رفته بعد در چارسوی زندگی در کوچه و شهر طلبندگی میکنند. منطقه کلوب و نواحی اطراف آن از مناطق رشد نیافته تاجیکستان است که کارخانه‌های صنعتی بزرگ و جای کاری زیاد ندارد. بیشتری اهالی این منطقه به مردکاری به روسیه میروند و قسمی هم به کشاورزی مشغولند. برخی هم از بازار دوشنبه مواد میخرند و در بازارهای محلی به فروش میگذارند. اما قهرمان ما میگوید که پول و زمین ندارد که تجارت و یا دهقانی کرده زندگیش را پیش برد. حالا او آخران خوراکش را برای فرزندانش پخته است. کودکانش برای خوبتر سیر کردن تلاشی از هم زیاد خوردن را دارند. این دخترش خوراک پیشش را حفظ دارد تا برادرانش نخورد. این زن میگوید که امروز خداوند رزق آنها را میدهد، فردا خودش پادشاه است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. برنامه را ادامه میدیم. در شرایطی که نرخ و نوای مواد نیازی اولیه، مواد سوخت و دیگر محصولات با سرعت بالا می رود، بسیاری از خانواده‌ها در تاجیکستان شکوه می کنند که درآمدشان برای پیشبرد روزگار کفایه نیست. همکار ما نگاره فضل‌الدین در خیابان‌های دوشنبه از ساکنان پرسید که آیا از کسب و درآمدشان راضی هستند یا نه. دیگرای روز شگم نمیدونم اما میرسد برای اینکه من معاشم هم نغز و فرزندم یاردم میتیم کلان شدگی همیش کار میکند مریم یگون چی به من محتاج نیستم. من یکونم سال ایسی رفته خودم تبابت کرد نمیتونم انکالوگیه و بعضی وقت میخوام که هم دوم پریستل بمیرم اهمیخه شرایطی زندگی دخترچم دگوار میتید ایخه میتید کمتر شرایطم وزنی بازار میری 1000 سوم پول 100 سوم پول هیچی با منی رهگیره های قیمت کده خیلی میشد که سلامتی باشد بده. مثلا نرخ همین بالا رفتن دارن همین اور 295 سومون بنزین 11 نیم تا 12 مقصد مشکل است همین زندگی وزیرا به حد مشکل است ای ما توی ما مقصد همین با خورد خوراک پای میرسه نمیرسه. ما تاکسی است پیش زور بود ها زنده بازی کمتر درآمد میمونه. شما از کسب انتخاب کردتون راضی هستید؟ نه اونقدر برای اینکه کسب من انجینر الکتریک در ساحه انرژتیک ما فکر کردیم که برای بسیار گیسا ساختش دست آینده تاجیکستان بعد همین سواد خوندیم خوب میشد. ما فکر کنم اون اختصاصی پروگرامیست پروگرامینگ برای که حاضر همه چیز تفراغش دست است همین رو انتخاب می‌کردم. معاش گرفتگی من برای فقط یک نفر آدم میرسد. برای همین خوبتر میشد که معاش بالاتر میکردن زور میشد. راضی نیستم. در همین شرایطی که خارجین چیکار به فکرم راضی نیست. معاشم خیلی نغز است خیلی میرسد شرایط. و یک خبر دیگر هم داریم. بنا به اطلاع دریافتی به سردار ریاست گفتگو جنایی در ولایت مختار کوهستان بدخشان حمله شده است. منابع گفتند حادثه روز 14 نوامبر در شهر خوروغ رخ داده. پای محمد باقرف یکی از لیدران غیر رسمی ولایت در میان می باشد. یک منبع در ستاد بین دوروی تامین ترتیبات در ولایت گفت حادثه در روز رخ داد که در کوچه مرکزی خوروغ برای تعمیر بسته بود ولی محمد باقرف آنجا گذشته است. و ادعا کرد که هنگام بازداشت محمد باقرف افراد نزدیک به او با کارمندان بدعه زنوزنی کردند. گزارش داده می شود که در این حادثه از تبر استفاده شده است ولی تصدیق آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. تفصیلات را می توانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. بینندگان عزیز فرصت برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش‌های دیگر را چون همیشه می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. فردا من شما را در برنامه سرخط رویداد منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.